آخوند خیالباف. روزی که در مسئله خلافت پیش آمد پس از شهادت پیغمبر، یک روزی که حضرت علی رسیدن به ابوبکر گفتن که انسیت، آیا فراموش کردی که پیغمبر منو به عنوان خلیفه منصوب کرد؟ کجا؟ گفت کجا پیغمبر تو رو به عنوان خلیفه منصوب کرد؟ گفت این کجا؟ گفت والا من یادم نمیاد. گفت اگر من ببرم خود پیغمبر رو نشونت بدم و پیغمبر بگه که علی علیه السلام خلیفه مسلمونا هست، آیا قبول میکنی؟ گفت بله. برد تو مسجد قبا، دید پیغمبر تو محراب نشستن. پس از شهادت پیغمبر رفتن خدمت پیغمبر رو کردن به ابوبکر، فرمودن که برای چی خلافت رو غصب کردی؟ چرا خلافت از علی گرفتی؟ من علی رو به عنوان خلیفه خودم منصوب کردم. گفت که ببخشید، آمد بیرون که بره تو مسجد النبی اعلام بکنه که خلیفه علی علیه السلام است. در راه برخورد کرد به عمر گفت کجا داری میری؟ گفت دارم میرم مسجد، تو هم بیا، میخوام خودم از خلافت عزل بکنم و خلافت رو به علی علیه السلام بدم. گفت برای چی کار میخوای بکنی؟ گفت برای اینکه در مسجد قبا اونجا من رسیدم الان خدمت پیغمبر به من اینطور فرمودن. بعد عمر گفت که فراموش کردی سحر بنی هاشم رو؟ یعنی خودت میگه نگفتی تو غار این پیغمبر چی کار کرد؟ دریانشون داد و کشتی نشون داد. اینا همونن. که راست میگی. اونم برگشت. بینندگان محترم، از قدیم گفتند انسانی که در حال غرق شدن است به هر خس و خاشاکی چنگ میزند. این آخوندهای درمانده از آنجایی که هیچ نص صریحی از قرآن برای اثبات امامت و ولایت دروغین نیافتند و در سنت صحیح هم نصی صحیح و صریح بر آن ندارند، رو به داستان سرایی و قصه پردازی آوردند و چنان می نمایند که رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم از قبر برخاسته و به مسجد قبا رفته و علی ابوبکر را با خودش به نزد او برده تا ولایتش را اثبات کند. ما از این آخوند داستان سرا چند پرسش داریم. چرا رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم در سقیفه ظاهر نشدند تا جلو بیعت صحابه با ابوبکر را بگیرند؟ چرا رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم در مسجد نبوی ظاهر نشدند تا در حضور همه اصحاب و مسلمانان عدم مشروعیت خلافت ابوبکر را بیان کند؟ اگر ابوبکر و عمر معتقد به سحر بنی هاشم بودند که چنین اعتقادی کفر صریح است، پس چگونه بر علیه آنان قیام نکرد؟ چرا این قضیه را برای مسلمانان آن زمان تبیین نکرد؟ چرا دختر خود را به عقد نکاح وی درآورد در صورتی که ازدواج دختر مسلمان با مرد نامسلمان به نص صریح قرآن حرام است؟ این آخوندهایی که از خیال خود امام زمانی به دنیا آوردند و فراریش دادند و هر روز در خیال خود زیارتش می کنند و برایش افسانه ها می سرایند و هر روز یکی مدعی دیدارش می شود، بعید نیست که چنین قصه و داستانی از خیال خود بتراشند. خب بابا توی یک شبکه ماهواره این چرندیات و این کفریات رو مطرح نکنید. آبروی خودتون میره، خودتون مفتضح میشید. نعمت عقل آیات علیه نعمت بزرگی که نداره. به قول جمله‌ای داره بو علی سینا میگه خدایا به کسی که عقل دادی چه ندادی. آقا یک حرفی بزنید که حداقل دیوانه ها به شما نخندن. یک مطلبی بگید که حتی اون زن بچه شما به ریش شما تو خونه نخندن. حالا شیعه هیچی، سنی هیچی،